اینجا محله گوزلباغچه هست که همچنان ما در حدود دریا حرکت میکنیم و هوای بسیار مطبوعی هست. فکر کنم الان هلوش 20 باید 4-5 درجه باشه. بسیار هوای خوبیه و همگی داریم لذت میبریم از پاکستان. تابلوی گوزلباغچه هستش. پرنده‌ها از خودشون اینجا نشستن. این قسمت ازمیر بیشتر برای آدمای میان سال و موسم خوبه، هوای بسیار عالی که میتونم ازش لذت ببرم و اینکه کنار ساحل قدم بزنم و از مناظرشون لذت ببرم. سمت راستم یه تعدادی سایبی از طرف شهرداری گذاشتن که توی ساحل کوچیکی که اینجا هست مردم میتونن دراز بکشن و ریلکس کنن و لذت ببرن. بسیار هوای مطبوعی هستن. این مسیم خیلی خنک آدم میخوره و اصلا احساس گرما نمیکنی. هرچند هوا خیلی کم، شاید 20-30%، شاید کم بیشتر شهر نیستش ولی چون این باد خنک میاد اون احساس شرجی بودن رو نداره.